چخیل شد و همینم خبر گفتم که خودم دانستم و فرزندان دانستم بالا خدا. عموما تماشابینی ما میخواهند که همون دوران عذاب و رنج شما رو کوتاه هم باشد بفهمند. غم و غصه پدری بزرگوارم زنده یاد ما رو بر محل پدرود گفتن. روزی توی دخترتان به ایس اش میریختید، سبب چی بود؟ مبارک دخترم توی عروسی، چون که من گشتم کلان در خاکدانی تاجیکی، مثنوی معنوی مولوی بر دستگیر. هوا گیریست، باور کنید، برف بارید، هوایم گیریست، البته جگرخون میشم. زیربک به درونی دک بیق دارد، سیم درته کشا من هستم سیم. من گریبانمو بو میکنم کی بودم کی شدم. بعض وقت من به سوالهایم میتونم. چون که همه ما و شما میدونیم یگانه شرکتی که ما همه وقت رکلام میکنیم این شرکتی بخ است. شرکتی بخ برای مهاجرانی که میخوان دکومنت‌هایشان رو تخت نمایند از سرحد قزاقستان گذرانده باز به جایهایشان برمیگردند. یک مدت تنفس کردن به خاطر که مشکلی در راه ایجاد شد. از این پس شما میتوانید که دیگر به مشکلی دچار نشوید. شرکتی بخ تمام مشکلات های شما رو برطرف میکند. یعنی با دل پر شما رو برده با ماشین های کامفورت از سرحد میگذراند، حجتاتون رو تخت میکند، در براتون میایستد و خلاصه گپ باز به جایتان برمیگردد. بمالول زنگ زنید، شرکتی باورینок است. با عرض سلام و احترام حضور یک شما تماشابین همیشه فعال کانال مهراب رو. اینک با فرصت مناسب باز دیده و دیدار رسید. برنامه ما عنوان دارد روبرو تو. جای شما میدونید نشر چهارم برنامه ما است و امروز مهمان برنامه ما هنرمند شایسته جمهوری تاجیکستان، اون که با صدای مرغوله‌دار و جذابش توانسته است همگی را محبوب سازد. مهمان هستند استاد بسیار هم گرامی ما قابل جان ظریفوف. زنده باشد استادی صنعت و ما بنیاد خرسندیم که شما دعوت ما را پذیرفتید. خوش آمدید. باشید رستم جان. من بسیار تشکر شما میگویم که بنده دعوت کردید. تشکر میگم. امروز همراه مخلصا هستیم، روبرو هستیم، در خدمت مخلصا هستیم. سربلند باشید. همین چهره استاد رو اگر که بسیاری اهمیت داده باشید، یک چهره گرم، یک چهره که همه وقت خرسند، باور میکنید همون درد و غمی که در دلها هست با دیدن چهره شما برطرف میشه. سلامت باشید. زنده باشید استادی عزیز. من شرط برنامه رو به شما میفهمونم. استاد شما باری اول اشتراک دارید. میبینید کانورت های ایستاده. شما در یگان اگزامین قرار نداره و در اونجا سوال ها اویدی زندگی فعالیت شماست. اگر سوالی که میبینید و میکشید و میخونید اگر به شما پسند نیست، طریق زجگالکا در پیش چشم ما آتش زنید. سوالی که به شما پسند است و میخواهید پاسخ گویید، چشم به چشم تماشابین نظر کرده پاسخ گویید. آماده؟ به چشم. یکم کانورت رو گیرید و سوالنامه را اونجا کشید. 15 سوال و 15 کانورت است. میبینیم در اینجا چی نوشته شده است و استاد به ما پاسخ میگویند یا که نه وقت نشون میدهد. دوران کودکی شما با عذاب و رنج سپر گشته است. قصه کودکی های شما را میخواهیم فهمیم. میدونید چی استاد؟ دوران کودکی شما با عذاب و رنج سپری شده است و ما میخواهیم عموما تماشابین ما میخواهند که همون دوران عذاب و رنج شما را کوتاه هم باشد بفهمند. در حقیقت عذاب بود، غم بود. میگن که هر کسی گذشته خود رو فراموش میکند یا آدم نیست یا از این عالم نیست. قصه میکردید خرسند میشید. خیلی راستش گم دوره کودکی من از همان وقتی که خودم میشناختم من آوازخوان بودم. آوازخوانی میکردم. هنگامی چند سال؟ نورس. همین نورس بودنم. از خدای تعالی شکرانه میکنم که همین کسب به من عطا کرده است. عذاب‌های کودکی بودن. چه بگم اون وقتها یکم پدر مادری من دهقان بودن. غم و غصه پدری بزرگوارم زنده یاد بسیار ما را بر محل پدرود گفتن. بر محل پدرود گفتن که این غم من صنفی خطا نکنم یا 5 بودم یا 6 بودم. یعنی شما مهری پدر رو ندیدم. من همین
تا حاضره همین باور کنید در دل من هست که پدر امروز اگر در قناتی ما می شدن کم چقدر سرفرازی می کردن انمین غم هیچگاه از دل من دور نمی شود. تقدیر نصیب این امروز می بیایند با می رویم برای همین غم همین است. غم اگر همین هست و بعد 2004 مادرم بود مویا پدرود گفتم در سینی اگر پدر در 50 سالگی مویا پدرود کرده باشند مادری عزیزی مهربانم در سینی 72 سالگی مویا پدرود گفتم 5 پسر خواندند به وایه رساندند 5 پسر و 1 دختره کمی باشد چی گویم دیدن توی دامادی موی دیدن توی نبیره هاشون دیدن و همین غم غوسه ها هیچ همه وقت من یاد میکنم هیچ بسیار برای همین من از خوردگی از پدر برمحل موی پدرود گفتن برای همین من سرودی پدر مادر این همه وقت در جای اول میستد سرودهای من خدا دانچهل که میدانید بله ثانی خی کودکی میدونید در کودکی دیها دراو میرفتیم میغلطیدیم ما 5 پسر و 1 دختر بودن من در خانه 4 بودم کمتر ارکه هم بودم همراه همین برادری 3 تختمراد فقط شوخی من همراه انوای تختمراد ظریف گذشتگی است که امروز همراه ما در این پایتخت زندگی می‌کند. ما 5 پسر و 1 دختر هستیم 3 کس در پایتخت هستیم کلاننگی خوردی در دهات و 1 خواهر که عزیزم در سمرقند هست همه یک همین روی گرمی مادرم ندید نه گرمی مادرم دید نه روی گرمی خنوکی مادرم ندید محکم بود این خیل بود بعد دوری کودکی من یک بچه خردکک بودم یک خردکی نظر ناگر بودم نه که همین آوازم از همون خورده همین آوازم منه کمتر اگر هم تو گرید مایده که نظر ناگر بودم نه که آوازم منه همه وقت به قول روسا زشیت میکرد در تمام جا اون وقتا مکتب 8 ساله بود مکتب دهی ما از مرکز تا دهی ما 8 کیلومتر راه بود همین خیلی مادرم به مهری مادر هم قبلا بود که همین اینترنت رو آوردن نه که هر بیگاه من بعد درس 8 کیلومتر پیاده برموده میفرمودم به خاطر دیدنی مادر همین بی مادر همین بزرگه مادر صبری جان خیلی بعد همراه همین برادرم قبل خودتون چلی گفت که همین خیلی شوخ بودم که چندین بارو من غلطه دیگه همین سرام شکستگی هست باور کنید نه که همین شکرانی خداوند میکنم که همین هنر به من عطا کرد بعد از ختم مکتب میانه 2 سال در اینترنت خواندم چقدر گفتم سال 1983 رو آوردم به پایتخت از سال 1983 تا امروزه در پایتخت عزیزم پایتخت بهشتی تاجیکستان عزیز در پایتخت عزیز استاد ما با سوال خود به نهایت پاسخ عجیب گرفتیم از استاد و خیلی هم دردآور بود به هر حال استاد به ما پاسخ گفتن میگذاریم به لفافه دیگر و در اونجا سوال دیگر استاد است استاد و شما ببینید اگر زحمت شد یا کوتاه شد من میتونم به شما کمک کنم اول از نظر گذرانید میخواهید پاسخ گویید وصی وطن سرود سرایید
وطن میگوید و در دل آدم یک وطن هوای وطن جوشی وطن سر می‌زند. وطن این وطنی رستم جان، این خیلی وطنی. شعر میگویم همیشه با زبانی تاجیکی، چون که شیرین است و دلکش همچون نانی تاجیکی. در دل من گمان بد نشانه را مجو، تار و پودم رشتن با رسمانی تاجیکی. تار و پودم رشتن با رسمانی تاجیکی. شعر میگویم همیشه با زبانی تاجیکی. کاری آسان نیست بر من پیشتر دادن سلام، چون که من گشتم کلان در خاکدانی تاجیکی. مثنوی معنوی مولوی بر دست گیر، بعد میدانی چی باشد داستانی تاجیکی. شعر میگویم همیشه با زبانی تاجیکی. ای خدا اصلا جدا از تاجیکستانم مکن، ای خدا خاکم بکن بر خاکدانی تاجیکی. ای خدا اصلا جدا از تاجیکستانم مکن، ای خدا خاکم بکن بر خاکدانی تاجیکی. شعر میگویم همیشه با زبانی تاجیکی. آفرین، صدایتون اصل و خسته نگردد استاد عزیز. بسیار ما رو خرسند ساختید و اینجا میبینم کانورت ها به حد زیاد هستند و با کانورت های دیگر میخوایم که دست شما رسیده باشه. روزی توی دخترتان به ایس اش میریختید، سبب چی بود؟ در حقیقت در نوارهایی که در اینترنت پهن گردید استاد او به چشمان شما به ایست میرفتن. انکم سبب چی بود؟ گفتم دونه که همان پدری بزرگوارم چلگی گفتم از اول همین تویی که من ندید بودن. من نمیدونم، من همین خیلی چل گویم که یک نه بلکه روزی توی دخترم، بعضی همین دوستانم از دستیم، نزدیکانم از دستیم، همین آب دیدیم باور کنید 6 قطار بیشد. در توی کامل جانم من همین از خرسندیم بود که شکرانه میکنم که همراه اهل عائله کم توی دخترچه که من دیدم، توی عروسیش دیدم و یکوی یگانه. اگر دو پسر و یک دختر، دو پسر و یک دختر هستن اینا، چخیل بعد در عرفتی هم میگن که بسیار دختر براری قین است، بسیار هم ممکن کمش از غمی باشد، نگی بسیارتر از اشک شادی بود که من دخترم به نام نیک به حیات مستقلانه گسیل کردم. بهترین استاد. و اینجا باز میگذاریم با سوالنامه‌های دیگر استاد و زحمت نباشد مرا ببینم که در تقدیر استاد یگان سوال نمیسوزند و پاسخش رو نیست که سوال این با فکرم کانورتی حاضر بود بزرگی زیاد من با کانورتی نه، اگر کمک لازم باشد من خواندتیم. استادان سنت که بیشترشان همنشین شما بودند، دنیا را ترک کردند، مرگ آنها شما را جگرخوان نکرد. بله در حقیقت در 2 ساله اخیر استادان سنت چندین بسیارشون از دست رفتن، از حیات محروم شدن. البته جگرخوان کرد. همه کشا در راه خدا کشا یک هنری عالی داشتن. در همه شا بودم، در همه کشا همین جگرم لخته سوخت. وقتی در خانه خبری مرگشون رو به شما رسوند، البته وقتی که
فهمیدم چندین بینید آخران بار استاد سند دولتمند خواب 150 دولت قریب چندین بار رفته هنری تاجیکه فلکی تاجیکه بچه جیگرتان و وقتی که به همون لچا برآمدیم باران بود هوا گیریست باور کنید برف بارید هوای هم گیریست البته جگرخون میشم صد افسوس که انمی خیل استادای عزیز زنده بودگیشا عمرشا دراز شود گذشتگان ارواحشا شاد باشد. سربلند باشید استاد. سلامت باشید. و اینجا با کانورتی دیگر نظر میکنیم. میبینم سوالهای ما پسندی استاد هستند و یگون تاشون نمیسوزند. تویهای شما نظر به سالهای پیش امروزها زیاد است. زکات چند است؟ جای بحث نیست استاد. در واقع ما اهمیت دادیم. تویهای شما بی‌حد زیاد شده است. چشم رسد. این از مهارت بلندی شما و فرزندتان. صدها شکرانه میکنم که بله من یک بچه کوهستانی بودم. از یک کوهستان هر باره که همین به صحنه میبرم یا هر باره که همین بزمها میروم همه وقت تا حاضره من گریبانمو بو میکنم کی بودم و کی شدم. بعض وقت من به سوالهایم میتونم آخه نکن کمتر وای گرید من میگم ای آخه من مادری تاجیک هم یک مادری کوهستانی همین خیلی تولد کرده است و این رو عوض کرده نمیشه. این عوض کردن نمیشه. باور کنید یگان کس از خانه من ناامید نرفته است. من ناامیدم نمیکنم. همه وقت در خدمت هستم. و میگذاریم با بخی سوالنامه‌های دیگر و اینجا با کامر دیگر رو پیش می‌گذارم. مرحمت. زمانی همسرتان سخت بیمار شده بود. آن لحظه استاد چی حال داشتید؟ در حقیقت شما همسرتون رو زیاد دوست می‌دارید. فرزندانتون رو البته بی‌حد دوست می‌دارید. وقتی مادری فرزندان شما بیمار شدن شما چی حال داشتید اون لحظه؟ خودم دانستم فرزند عزیزم همین کامل جان بود و فرزندکان خوشدل جان و کیمیا بانو خودم میدانستم و همین سه فرزندم میدانست و بالا خدا میدانست. در عرفیت میگویند که مردم مرد میکند زن نامردم میکند زن. گفتم که سال 1991 ما آیله دار شدیم. من یک بچه دیخان بودم. خاندانی اونا پدرش حامد خدای داد بودن برای من پدر شدن. بعد مادرش حسن و صباحت بودن. آن کس هم برای من مادر شدن. نه خوشتامن بودن مادر بودن. از همون سال آیله دار شدیم. فرزندای خوب. میدانید که آیلی صنعتکار شدن بسیار دشوار است. گپ و کوچلای بسیار دارد. نیکی منم میفهمید مهمان میگفتم یک دستارخوان میآورد که همین مردم حلاوت میبردن. در تمام پستی و بلندی ها همراه من بود. همراه من هست. حتی تقدیر نصیب خدا علم اصلا دیگر درد رو نبینم. همون اصلا دیگر همون یک وبای آمد و رفت علم همون شمال بارین آمد و رفت. چندین بینید استادای بود برادرای همین نزدیک ها رفتن. دوستای نزدیک ها چیل شده همین هم خبر گفتم که خودم دانستم و فرزندان دانستم و بالا خدا همین شب و روز دعا میکردم که از همین کسلی رها یابد و باز در سری فرزندکاش دعاگو باشد. و این دعای شما مستجاب گردید. این دعا مستجاب گردید. سربلند باشید. باشید. تشکر زیاد استاد عزیز. و بخشی دیگر سوال‌ها هستند اینجا. مرگ مادر او رو یاد میکنید؟ ای وای جانی مادر جانم نثاری مادر گم میزند دلم گم
اندر خمار مادر. آوازی فارمش را چشمی گنهرمش را من یاد میکنم یاد دور از کنار مادر. من یاد میکنم یاد دور از کناری مادر. تشکر، سر بلند باشید استاد. اکثری هنرمندان از رشک زنهایشان در عذابند، پیشترشان جدا شدند. طول این قطر سالها شما را هم رشک ینگه عذاب داده است. بله، در اویله صنعتکار عموما صنعتکار بودن یا که اویله‌دار بودن همدیگر فهمی کم است. اینی منبع نیکی نیست. یک باور کنید باوری بود. باوری بود. چون که من از اولی که وقتی که واخوردیم من فهموندم که من صنعتکار میشم، من آوازخوان هستم. برای می آینده گپی خوب گفتید. هر کس نیکی این آوازی منه، این هنری منه قدر کرد، شکرانه کرد، فرزندای خوب تربیه کرد و من و فرزندم هم اینمی خیلی بینید که امروز در پهلوی باز تکرارم کرد در پهلوی من است. من شکرانه میکنم که همین خیلی یک عائله خوبه خداوند به من عطا کرده است که منم میفهمد. پشت موقتی شما چی می ایستاد؟ چی می ایستاد؟ بسیاری ها تقوا یا اینکه به قبل کریشه میگویند. من گفتم که انمی همه وقت بعضی وقت همین برادرم میگفتن که مثال یک همین آوازخوانی خطی مثال این خیلی شهرت یافتن نه که من همه وقت میگم که انمی تقای من پشت و پناه من انمی آواز کم است. انمی آواز کم بود. اگر همین آواز خداوند من به نمیداد، اگر مخلصکا من قبول نمیکردن که این آوازخوانی باور کنید این خدا میتید مهارت آوازخوانی خدا میتید. بله. این توابازی خیلی هیچ کنی تا نباشد پیش نمیروی. من شکرانه میکنم که امی آوازه کم منه آوازم برای من تقا شد، پشت و پناه شد. تشکری زیاد استادی عزیز و کاملی دیگر رو پیش میگذارم. مرحمت. سالهای آخر شماره سرایندگان در صحنه هنر خیلی زیادند ولی شما موقع خود را از دست نداده. یعنی هنوز هم یکی از دوست داشتنی آوازخوان ها شهرت داره. وقتهای پیش حاضر جوانان شکرانه کنند. وقتهای پیش من آرزو میکردم که یک آزمون شود و من برآمد کنم. باور داشتید که با صدای خود نگذارید. آزادی بینید که این همه شرایط هست. 32 سال شد که ما استقلال به دست آوردیم. تمام شرایط ها هست. من پیش گیره کردم، من یک سرودم ثبت میکردم. حاضر بینید برای من مهنت زحمت. اگر می زحمت کشی مهنت کنی، اگر آواز خداداد باشد به جای میرسی. چون که من همین کسب دوست داشتم. به یک مرد میگن 40 هنر کم است. دیگه همین هنر خداوند به من داد. سینه من همین برای هنرم جان من باشد میتیم. چون که همین هنر منه، همین آواز من، همین آواز که خداوند به من داد، همین هنر داد. هم نان و هم نام داد. از یک دهات کوهستان آمدم. برای همین شکرانه وطنی عزیزم میکنم. با وطنی بهشتی هست شکرانه میکنم. خاکش میبوسم. 4 فصلش بینید بسیار زیبا. برای همین بسیارتر شود. لیکن زحمت کشن، وطن آباد کنن. بله. آینده تاجیکستان در دست همین جوان ها هست. وطن دوست دارن. دوستانی عزیز، وطن دوستی رو از کوبری جان ظریف باید یاد گرفت. از صدق دل دوست دارن. باور کنید من هر سر میخیزم فرزندم بیند یک کاسه آب میزنم، خیال میکنم که دنیای دیدم.
دنیا دیدم. من حاضر بینید از دیگه دولت ها میبیان بینید گوش تاجیکستان گفته تاجیکستان گفته بینید تاجیکستان به پیش تاجیکستان به پیش گفته گوش به پیش میگویم گوش علاقه افتخار ملت است. گوش میگیرم همین راحت میکنم که وطنی من آباد است، وطنی من وطنی بیشتی است. تشکر زیاد استاد عزیز. سه سرود همره که در سرودخوانی مشکل است اجرا نماید. در حقیقت این شرط است و سه ژانری که در جدای سفر به حد دشوار است و سرانده ها عذاب میکشند. ما میخوایم که شما همین رو با سری بلند به تماشاچی نشون دهید چون از هودش میبرید باور دارید. کوهی بلندی تو محراب منبرم، هر پاره سنگی تو بالین و بسترم. ای جان من وطن، ایمان من وطن، ای جان من وطن، وجدان من وطن. این در شکل اپرا بود. خطا نکنم. شب شب است شده است دنیا جیم جیم، من پیشی تو می فرام ای گل خونیم. زیربک به درونی دک بیق بیق دارد، سیم سیم درته کشا من هستم سیم سیم. سیم سیم درته کشا من هستم سیم سیم. هایا احسن آفرین میگیم. در حقیقت یک صدایی که انسان راحت میبردارد پوشیدن این صدا. چون شوم خاکی رهش دامن بیفشاند زمن، ور بگویم دیل مگردان رو بگرداند زمن. ور بگویم دیل مگردان رو بگرداند زمن. تشکر میگیم استاد عزیز، صدایتون سلامت باشید. در حقیقت سه ژانر مشکلی که در صنعت تاجیک بود استاد توانستند با سری بلند اجرا نمایند. افتخار میکنیم استاد عزیز. انتو به هم نبود که برای خودم خواندم. بهترین بود. کامل جان پیراهای کسبی پدر را انتخاب کرده است، از صنعتش راضیه. همچون پدر از صنعت او راضی است. اولا وقتی که همین خط نه بلکه صنعتکاری تمامی کسب خین است، برای اون کسب زحمت کشیده نگار با خصوصا اون کسب صنعتکاری تمامی پستی و بلندی های زیاد داشت. خودم که کم کم عذاب کشیدم اولها. یکی آواز خوبه که خداوند به من داد عذابم نکشیدم. عذابم چی بگه همین آواز در همه جا شما رو در همه جا منه از تمام قینه ها رها کرد. در خدمت حربی هم در وقت همون مکتب خانه پخته رفته بودیم، مادر روز هم دیرکتوری مکتب بودن. اول نمیدونستن که من دامادشون میشم. بعد ثانی همونجا هم پخته هم از که من دکک بودم گفتم که من تا تا سینفی همین تا خدمت حربی رفتم دیگه. من در این وقتی که دانشگاه با خبر شدم برادر عزیزم خرسم رادی ظریف همونجا من گرفته بردن برای من پدر شده بودن تا امروز برای پدر بارین همونجا من بردن. همونجا هم من وقتی که نمیمون من یک درایم وقتی قبول شدم نموند. یا مهربان نظرش در اسدالدین نظام افتاده بودن که اینه من گوشوش صحنه میبرارم. خوردکک بودم. بعدی که برومدم سرود خودم به به گفته از زمین هیچ از یادم نمیره. پدر با همونجا اشک شادی ریختم. مهربان نظرویش از پیشونه کم بوسیدن و گفتم واه واه این آواز بین آوازی شیرین دارد این پگ خدا قدش دراز می شود. گفته بودن اون قد از این نظام وقتی گفتن که حاضر قدش پس باشد حاضر من حاضر صحنه بینید یک سرود خونه. برای انمی آوازم برای همین کامل جانم اول من نخواستم که انگ خودم بسیار پستی و بلندی های
نه که همین دیدم که در دلش هست. در صحنه که سال 2000 بود نمیدونم یا 2001 بود، در این فیلارمونی دولتی جمهوری تاجیکستان به نام اکشریف جوره کنسرت کردم و همه جا برآمد. همین خیلی دیدم آزاد که بچه خوردم بود، نه که همین خیلی دیدم آزاد که نیمی همین میمیکایی که صحنه به میگه گفتم بیا ما همین با یاد گیرم این آزاد دست. بعد اون مادرش نه که میگفت که مونید نه که کس آموخت امروز در همون کمپانی ویلان کار میکند با پشت و پناه من است. تمام سرودهای من گرفته حاضر زمان کرده، مردم پیشکش کرد با من کمتر. انا همین سبب است که توی های شما زیاد شده است. همین در پهلوی من است. برای من شکرانه میکنم. ثانی دعا دادم گفتم راحت سفید باشد و آرزو میکنم که همه وقت در قنات من باشد. باز میگویم برای وطن عزیزم، برای تاجیکستان بهشتی خدمت کند. تشکر زیاد استاد عزیز. این بود برنامه روبرو. مهمان نشر برنامه ما بودند استاد قابل جان ظریفوف و سلامت باشید. امید می‌بندم که باز در برنامه من بعد ما رو همراهی میکنید و برنامه ما رو باز آمده یک با یک صحبتی کرد. جانی عزیز اگر بعضی سوالا با کمی که خطاگی شده باشد نه همه از خوب مخلصای چون که مخلصا این ما به مخلص هجیم، همین مخلصا هست و ما هنرمندا زنده و سلامت هستیم. برای من زنده و سلامت باشند. وطن عزیزم تاجیکستان روز به روز گل شکوفساد است. ما همراه کامل جان در همان وقت یک سرود از استاد خیراندیش پیشکش کرده بودم، یک سرود یک شعر نوشته بودن که خیرالدین سیدزاد هوای به آهنگ بسته بود. زندگی آبی روان نیمتنان راحت جان، عمر آدم گذران نیمتنان راحت جان، وطنم تنج و امان نیمتنان راحت جان. یعنی من شکرانه میکنم که وطنکم تنج و امان است. زنده باد تاجیکستان، زنده باد پیشوای ملت. تشکر زیاد استاد عزیز. تنسیت و خاطرجمع باشید تا برنامه من بعد. خیر.